سرخط خبرها. جاباروف گفت در ترکت کراکوس سیتی عیب مقامات روسیه هم هست. پژوهش 8.7% اهالی تاجیکستان همیشه گرسنه‌اند و طالبان چاپی عکس آدمان را در مطبوعات منع می‌کنند. سلام بیننده‌های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوام چند دقیقه بعدی شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 15 اکتبر. بنابر گزارش نوی شاخص جهانی گرسنگی که از جانب کارشناسان پژوهشگاه بین‌المللی سیاست غذا تهیه شده است، 8.7% اهالی تاجیکستان با کمبود دائمی غذا مواجه بودند. طبق این رده‌بندی تاجیکستان در بین 127 کشور در زمینه 65 بین نیکاراگوآ و گانا جایگیر شده است. گفته می شود این تحقیقات بر اساس 4 معیار از جمله مرگ کودکان تا 5 ساله و لاغری آماده شده است. مؤلفان پژوهش گفتند 18.4% کودکان تا 5 ساله در تاجیکستان بر اثر کم غذایی قد پس بوده، 5.1% کودکان تا 5 ساله لاغرند و 3% کودکان تا 5 سالگی میمیرند. در بین جمهوری‌های سابق شوروی بلاروس، استونیا، لیتوا، لاتویا، گرجستان، روسیه و ازبکستان در قطار 22 کشور جایگیر شدند که میزان کم غذایی در آنها کمتر است. ولادیمیر جاباروف، معاون اول رئیس کمیته کارهای بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه گفته است مهاجران کاری در روسیه باید مشغول کار باشند وگرنه هدف گروه‌های غرضناک قرار می‌گیرند. او این نکته را روز 14 اکتبر ضمن نشست خبری در شهر مسکو بیان داشت. جاباروف از مهاجران توجیک مثال آورده است که در حمله به کراکوس متهم شدند. То, что мы видели в том же Крокус-Сити, когда произошел теракт. چیزی که ما شاهد آن بودیم ترک در کراکوس سیتی. آنجا شهروندان تاجیکستان قرار داشتند. برایشان خیلی در تشویش بودیم. گپ سر این است که در اینجا عیب مقامات ما هم هست. طور معلوم شد آن نفرانی که برای کار به روسیه آمدند خریدار یا طلبات نداشتند و در اینجا خدمات مخصوص به خصوص اوکراین خیلی فعالند و آدمان را برای صادر کردن چنین جنایت ها با پول ناچیز جلب می کنند. از این لحاظ برای پیشگیری این حالت کارفرما باید برای کارگران دعوت شده مسئول باشد. Поэтому я думаю, что вот здесь как раз возникает ответственность работодателей. Пригласили людей сюда на работу, будьте любезны нести за них ответственность. ولادیمیر جاباروف در ادامه گفته است که روسیه به مهاجران نیاز دارد و تاکید کرده است که خارجیان باید فهمند که آنها باید قانون‌های محلی را پورا رعایت کنند. در روسیه در نوبت خود به مهمانان نیز باید همین طور عادلانه مناسبت کنند، گفته است او. طی هفته اخیر ناراضگی طرف تاجیکستان از برخورد مقامات روسیه با مهاجران توجیک افزوده است. از جمله سروزیر قوی رسولزاده روز 4 اکتبر از بدرفتاری با مهاجران توجیک در روسیه اظهار نگرانی کرد. وزیر کارهای خارجه سراج‌الدین مهردین نیز در نشست همتایانش از کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو از نقض حقوق تاجیکان به ویژه دانشجویان مهاجران خبر داد. بعد حمله به کراکوس سیتی هال شکایت مهاجران توجیک از تفتیش و اخراج بی اساس از روسیه به مراتب افزوده است. وزارت نقلیات تاجیکستان از باز شدن باز یک خط سیر نوی اتوبوس بین تاجیکستان و ازبکستان خبر داده است. به اطلاع وزارت از این بعد هر روز از شهر اولملیق ولایت تاشکند ازبکستان به شهر خوجند تاجیکستان اتوبوس راه خواهد کرد. خط سیر نو از جانب شرکت اولملیق ایسوزو ترانس ازبکستان در همکاری با شرکت خوجند ترانس سرویس تشکیل شده در اساس شرطنامه عمل می‌کند. نرخ راهگیری 60,000 سوم ازبکی یا تقریباً 50 سومانی معین شده است. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و زد و خوردهای شدید ده‌ها هزار گکتار جنگلزار در این کشور سوخته نابود شده است. برخی جنگلزارها را قصدانه آتش زدند تا نظامیان پنهان شدن نتوانند. جنگل‌هایی که تا هجوم روسیه پر از کوج و ارچه‌های سرسبز بودند حالا به خاکستر و چوب‌های نیم سوخته تبدیل یافتند. گزارش خبرگزاری رویترز در این باره است که آن را همکارمان اسکندر خواجه میرزاده پیشنهاد می‌کند. درختان نیم سوخته صنوبر در باغ ملی سویت حاره اوکراین. سرهی چپاک حدود 20 سال باز جنگلبان است. او پیشتر دوست می داشت که میان درختان همیشه سبز گشت و گذار کند. حالا وقتی با ماشین میگذرم کوشش میکنم فقط راه را نگاه کنم. اگر به جنگل نگاه کنم
حتما گریه هم میگیرد. Рве, як би сказати, душу. مقامات اوکراین میگویند از 5-4 بخش باغ ملی سوخته و یا مینه‌کاری شده. زمین آن بیش از 100,000 گکتار است. این قطره از بحر در خساراتی رسیده از هجوم روسیه می باشد. جنگ میلیون ها هکتار بیشه‌زار و طبیعت اوکراین را خراب کرده است. هر روز در خاک اوکراین صدها موشک پرانده می شود که زمین ها را چاک و جنگل ها را ولنگار می کند. جنگ روز تا روز چهره طبیعت اوکراین را داغدارتر می کند. نظامیان اوکراین نواری را نشر کردند که یک بی‌سرنشین به درختانی که زیرش نظامیان روس پنهان شده اند موادی سوخت می ریزد تا آنها را آتش زنند. از سوی دیگر جنگلبان ها می گویند کاری آنها نیز خطرناک شده. اگر خواهیم هم زود خاموش کردن آتش امکان ناپذیر است، چون ممکن آنجا می نداشته باشد. خطر کشته شدن یا مجروح شدن زیاد است. جنگلبان ها بارها شاهدی ترکیدن مینه ها شدند. خبرگزاری ریترز با 20 کارشناس صحبت کرد که جزئیات نابود شدن بیشهزاران را در میان گذاشتند. مقامات روسیه به سوالها در این باره پاسخ ندادند. با گذشت بیش از 30 ماه از هجوم روسیه به اوکراین، در شرق این کشور از جنگلزارهای زمان سرسبز تنها خاکستر و نیم سوخته ها ماندند. اکثر جانوران نادر از جمله اسب وحشی که در بیشه های اوکراین بودند نابود شدند. در اوکراین خشک و تر می سوزد و حالا مقامات اوکراین وقت و امکان حفظ بیشه ها را ندارند. تلاششان بیشتر این است که ارتش اشغالگر روسیه را از خاک خود بیرون کنند. کارشناسان میگویند زیانی رسیده به طبیعت اوکراین سالها میماند و جبران ناپذیر است. حکومت طالبان در افغانستان قانونی را جاری می‌کنند که طبق آن نشر عکس آدمان زنده در مطبوعات منع کرده شود. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز 14 اکتبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است قانون منع کننده نشر عکس چهره‌های زنده در تمام افغانستان تطبیق می‌شود. این مقامدار طالب گفته است اجرای این قانون تدریجاً صورت می‌گیرد. از این پیشتر وزارت عدلیه طالبان درباره جاری شدن قانون‌های سختگیرانه اسلامی خبر داده بود. هنوز قانون درباره منع چاپ صورت‌های آدمان زنده به اجرا ندرآمده است و نشر عکس‌های اعضای حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارند. گروه طالبان بعد غصب قدرت در ماه آگوست سال 2021 در افغانستان محدودیت زیاد جاری کرد. از جمله تحصیل دختران از صنف 6 بالا منع و زنان از حق کار محروم کرده شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 15 اکتبر سال 1929 هیئت شوراهای تاجیکستان اعلامیه برآمدن از هیئت جمهوری شوروی ازبکستان و داخل شدنش به عنوان جمهوری هفتم کامل حقوق به هیئت اتحاد شوروی را قبول کردند. مقام جمهوری جداگانه به تاجیکستان هرچند در قالب کمونیستی ولی امکان رشد بیشتری فرهنگی و مدنی را فراهم کرد. 15 اکتبر سال 2015 پارلمان تاجیکستان جزا برای تنفروشی را سخت‌تر کرد. همکنون برای این عمل نه تنها جریمه بلکه تا 15 شبانه روز حبس تهدید می‌کند. حامیان حقوق می‌گویند تنفروشی بیشتر پدیده اجتماعی بوده، در فضای مشکل اقتصادی و بیکاری بیشتر ظهور می‌کند. برخی پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مردان مشتری آنها هم جوابگو شوند. 15 اکتبر روز زنان دهات تجلیل می شود. در تاجیکستان اکثر ساکنانش از جمله زنان در مناطق روستا و کوهدامن زندگی می کنند و کارشان بیشتر به کشاورزی ربط دارد. تولد فرزند، درآمد کمی پولی و مالی، شرایط معیشی سنگین و مشکل پیدا کردن کار از مشکلات عمده زنان روستاهای تاجیک گفته می شود.
صبح امروز قرب روبل به تغییر بوده 1000 روبل به 110 سومانی برابر است. 100 یورو 1163 سومون و $100 1065 سومانی مقرر شده است. این قرب مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر رو در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهدار.